سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. Hope you're all doing well. کوثر هستم، مدرس زبان انگلیسی. به یه ویدیو دیگه از انگلیش تیلند تاک خیلی خوش اومدید. توی این ویدیو قراره با هم دیگه داستان A Morning at the Cafe رو که توی اینستاگرام و هم اینجا توی یوتیوب براتون پستش کردم رو تحلیل کنیم و در واقع بیایم نکات گرامری مهمش رو با هم دیگه یاد بگیریم. باید بگم که توی این ویدیو قراره مبحث‌های خیلی مهمی رو یاد بگیریم، پس این ویدیو رو تا آخر ببین و ردش نکن. قبل اینکه بریم تو دل داستان و متن رو تحلیل کنیم، میخوایم راجع به یه مبحث خیلی مهم تو زبان انگلیسی صحبت کنیم. حروف اضافه. در واقع امروز میخوایم 3 تا از مهمترین و پرکاربردترین و اصلی‌ترین حروف اضافه های زبان انگلیسی رو با هم دیگه یاد بگیریم. حروف اضافه این، آن و ات. به این شکلی که براتون کشیدم نگاه کنید. در واقع یه مثلث برعکسه. این حروف اضافه رو اومدم به ترتیب کاربرد و گستره کاربردشون آوردم براتون. یعنی چی؟ یعنی اینکه حرف اضافه این برای چیزهایی که کلی و جنرال هستن به کار میره. چیزهای بزرگتر، کلیتر و جنرالتر. حرف اضافه آن وقتی به کار میره که میخوایم همون موضوع مبحث رو یه مقدار جزئی ترش کنیم، more specific کنیم. و حرف اضافه at هم وقتیه که میخوایم یه سری چیزا رو خیلی دقیق تر بگیم، very specific کنیم. اگه دقت کنین حرف اضافه این توی قسمت پهن مثلث هستش، بعد که آن میشه یه کوچولو فضاش کمتر میشه و حرف اضافه at هم خیلی کوچیک‌تر. خب ما 2 دسته حرف اضافه داریم. حرف اضافه هایی که برای زمان به کار میرن و حرف اضافه هایی که برای مکان به کار میرن. اول از همه میخوایم بریم سراغ حرف اضافه های زمان. همونطور که گفتیم این برای چیزهای بزرگتر و کلیتر به کار میره. ما وقتی که میخوایم راجع به سال حرف بزنیم میایم از این استفاده میکنیم. I born in 1983. تو سال 1983. سال یه مفهوم کلی و جنراله. این 80s مثلا تو دهه 80 از حرف اضافه این استفاده کردم. یا مثلا میگم in 2025 تو سال 2025 از حرف اضافه این استفاده شده. همچنین برای فصل ها هم من میام از حرف اضافه این استفاده میکنم. مثل چی؟ in winter تو فصل زمستون. in summer تو تابستون. in spring تو فصل بهار. برای فصل ها هم از حرف اضافه این استفاده شد. همچنین برای ماه ها مثلا میگم in June تو ماه جون. in July تو ماه جولای. in September ماه سپتامبر. و همچنین برای بخش‌های مختلف روزم میام از حرف اضافه این استفاده میکنم. مثل چی؟ میگم in the morning صبح. in the afternoon بعد از ظهر. in the evening عصر غروب. فقط باید حواسمون باشه که برای مثلا بخش‌های مختلف روز مثل صبح، بعد از ظهر و غروب میایم از این استفاده میکنیم. یه 3 تا مورد دیگه استثناء هستن و با حرف اضافه این نمیان. باید حواسمون باشه. مثل چی؟ مثل at night با حرف اضافه at اومده. at midnight با حرف اضافه at اومده کلمه midnight. at noon. پس باید حواسمون به این 3 مورد استثناء باشه. حالا بریم سراغ حرف اضافه آن. همونطور که گفتیم آن برای مواردی به کار میره که یک کوچولو داریم اسپسیفیک تر میگیم. یک کوچولو میخوایم جزئیات رو بیشتر کنیم. اول از سال شروع کردیم، از فصل، ماه، بخشای مختلف روز. حالا میخوایم بریم به روز، راجع به روز صحبت کنیم. پس تا اینجا که گفتم حرف اضافه آن برای روزها به کار میره. مثلا میخوام بگم روز دوشنبه on Monday. میخوام بگم شنبه on Saturday. on Tuesday. پس برای روزها میام از حرف اضافه آن استفاده میکنم.
یه نکته‌ای که وجود داره اینه که هر وقت میخوام به صبح، ظهر یا شب روز خاصی اشاره کنم میام از حرف اضافه آن استفاده میکنم. یعنی چی؟ یعنی میگم on Saturday morning. درسته وقتی میخواستم کلمه morning رو به تنهایی استفاده کنم بگم صبح میگفتم in the morning. اما وقتی میخوام بگم صبح روز دوشنبه میگم on Monday morning. حرف اضافهش تغییر میکنه. یک کوچولو انگار داره اسپسیفیک تر میشه. یا مثلا میگم on May 13th. در صورتی که اگه حرف ماه می رو میخواستم تنها بیارم میگفتم in May. اما اومدم یک کوچولو اسپسیفیک تر شدم گفتم on May 13th. 13 ماه می. پس اینو حواسمون باشه. این الگوی کلی تا جزئی رو، این مثلثه رو که تو ذهنمون داشته باشیم خیلی راحت میتونیم یاد بگیریم این حرف اضافه ها رو. حالا میریم سراغ حرف اضافه at. همونطور که گفتیم at برای موارد یک کوچولو دقیق تر و اسپسیفیک تر به کار میره. مثل ساعت ها، زمانهای مشخص. مثلا میگم at 3 o'clock. ساعت 3. حرف اضافه at استفاده کردم. at PM. at AM. صبح. یا مثلا میگم برای یه سری زمانهای مشخص که تو ذهنمه at Christmas. توی کریسمس. خب یه بار دیگه کلا این 3 تا حرف اضافه رو مرور میکنیم که گفتیم این برای سالها، فصلها، ماهها و بخشای مختلف روز به کار میره. 3 تا استثناء داشت که گفتیم at night, at midnight و at noon با حرف اضافه at به کار میرن و با این به کار نمیرن با اینکه جزء بخشای مختلف روزن. و گفتیم حرف اضافه آن برای روزها به کار میره. میخوایم بگیم on Monday, on Saturday, on Tuesday. حرف اضافه at هم برای ساعت‌ها و زمان‌های مشخص به کار میرفت. پس همیشه باید اون مثلثه رو تو ذهنمون داشته باشیم. حالا بریم سراغ حرف اضافه های مکان. از حرف اضافه این برای شهرها، کشورها و قاره ها استفاده میکنیم. چرا؟ چون یه مفهوم کلی‌تر و بزرگترن. هر وقت به یه چیز کلی و بزرگ داشتیم اشاره میکردیم گفتیم از حرف اضافه این استفاده میکنیم. توی مکان هم همینطوره. مثلا میگم in Iran. ایران. توی ایران. چون یه کشوره. in Asia. توی آسیا. این نوشهر. شهر نوشهر. این تهران. تو شهر تهران یا تو استان تهران. یا مثلا یه نفر ازم میپرسه Where are you now? الان کجایی؟ من میگم I'm in downtown right now. من الان توی مرکز شهرم. از حرف اضافه این استفاده کردم. یک کوچولو حالا میخوام اینو اسپسیفیک تر کنم میام از حرف اضافه آن استفاده میکنم. یعنی چی؟ وقتی میخوام راجع به خیابونا حرف بزنم. On Park Street. On Queen Street. پس برای خیابونها از حرف اضافه آن استفاده کردم. و حرف اضافه at هم برای مکانهای خیلی دقیق به کار میره. مثلا میخوام یه مکان خاص تو ذهنم میگم at school. at the university. یا مثلا میخوام اسم ساختمون رو بگم. اسم یه ساختمون خاصی رو میخوام بگم. از at استفاده میکنم. یا اسم کوچه و خیابون خاصی رو میخوام بگم. میگم at 14 Park Street. دقت کنید. ما گفتیم که از آن برای خیابون ها استفاده میکنیم. مثلا میگم on Park Street. تو خیابون پارک. خب اسم خیابونشه. یه حالت کلی. اما میخوام اون خیابون رو جزئی تر بگم. مثلا بگم تو کوچه شماره 11 این خیابون. یا مثلا بگم تو کوچه فلان این خیابون. میام میگم at 14 Park Street. به این باید حواسمون باشه. به همین راحتی ما این حرف اضافه ها رو تو ذهنمون میسپاریم. هر چقدر بیشتر تکرار رو تمرین کنیم بیشتر تو ذهنمون میمونه. حالا حرف اضافه های زمان رو یاد گرفتیم، مکان رو یاد گرفتیم، یعنی در واقع راجب موقعیت های جغرافیایی بود. حالا میخوایم راجب محل قرارگیری
صحبت کنیم. اون حرف اضافه هایی که برای محل قرارگیری یه چیزی به کار میرن. یعنی چی؟ مثلا میگم حرف اضافه این زمانی به کار میره که بخوام بگم یک چیزی داخل یک چیزی هستش، یا برای فضاهای بسته به کار میره. مثلا مثل چی؟ بذارید براتون مثال بزنم. In the box، توی باکس، داخل باکس. از حرف اضافه این استفاده کردم. وقتی چیزی داخل چیزیه میگیم in the box. یا مثلا میگم in the bag. مثلا از من میپرسن where is the pen؟ خودکار کجاست؟ من میگم in the bag، توی کیفه. یا مثلا میگم in the car، داخل ماشین، مخصوصا وقتی که فضای بسته باشه. از حرف اضافه آن برای این استفاده میکنیم که بگیم یک چیزی روی چیزیه. مثلا مثل چی؟ مثلا میگم on the table، روی میز. on the wall، روی دیوار. یا مثلا به هم میگن where is the pen؟ خودکار کجاست؟ من میگم it's on the paper، روی کاغذه. پس زمانی به کار میره که میخوایم بگیم چیزی روی چیزیه. یه کاربرد دیگه هم داره وقتی که میخوایم جهت‌ها رو بگیم. مثلا میگیم on the left، سمت چپ. on the right، سمت راست. از آن هم برای اینا استفاده میکنیم. حالا بریم سراغ حرف اضافه at. at رو زمانی استفاده میکنیم که به طور کلی یک چیزی داخل یک چیزیه یا در آستانه و نزدیکیشه. مثل چی؟ مثلا میگم at the door، در آستانه در. at the window، در آستانه پنجره. اینجا هم میام از حرف اضافه at استفاده میکنم. خب حالا با توجه به اینکه این حرف اضافه ها رو یاد گرفتیم، میریم سراغ موضوع داستانمون. چی بود؟ A morning at the cafe. دقت کردین چرا اینجا از at استفاده کرده؟ چون که داره راجع به یه مکان خاصی صحبت میکنه. یه مکان دقیق تو ذهنشه. به خاطر همین از حرف اضافه at استفاده کرده. خب این از مبحث حرف اضافه ها. خیلی مبحث مهم و کاربردیه. یه مورد دیگه هم قراره امروز با هم دیگه یاد بگیریم. یه زمانیه که خیلی توی این متن به کار رفته. میخوایم کاربردش رو یاد بگیریم و ازش استفاده کنیم. خب ما وقتی میخوایم بگیم یه عملی توی گذشته توی یه تایم مشخصی در حال انجام بوده، میایم از زمان past continuous tense استفاده میکنیم. زمان گذشته استمراری. مثلا میگی دیروز در حال مسواک زدن بودم، یا دیروز در حال درس خواندن بودم. Yesterday I was studying. داشتم درس میخوندم. اینو ما با زمان past continuous tense میگیم. البته یه کاربرد دیگه هم داره. مثلا وقتی میخوام بگم یه کاری در حین انجام شدن یه کار دیگه اتفاق افتاده. مثلا میگم داشتم شام میخوردم که تو زنگ زدی. I was having dinner when you called. میایم از گذشته استمراری استفاده میکنیم. این I was having dinner یا داشتم شام میخوردم و با این زمان استفاده میکنیم. در واقع کاری که وسطش اتفاق افتاده رو هم با گذشته ساده که قبلا یادش گرفتیم میگیم. مثلا میگم داشتم شام میخوردم که زنگ زدی. همین جمله‌ای که تازه گفتیم. I was having dinner، گذشته استمراری، when you call، گذشته ساده. این دوتا کاربرد زمان گذشته استمراریه که الان یاد گرفتیم. به همین راحتی حالا بریم سراغ متن داستانمون، با هم دیگه تحلیلش کنیم و کاربرد این دوتا گرامری که امروز با هم دیگه یاد گرفتیم و توش ببینیم. خب Last Saturday morning, I visited my favorite cafe in the city center. Last Saturday morning در واقع داره راجع به صبح شنبه گذشتهش حرف میزنه. میگه I visited my favorite cafe.
اینجا این جملهش زمان گذشته ساده هستش. ما توی ویدیوی قبلی که اگه ندیدین برین حتما ببینین گفتیم که فعل‌ها توی زمان گذشته ساده به دو روش ساخته میشن. یعنی یا دو دسته هستن، یا irregular هستن، بیقاعده هستن که شکلشون تغییر میکرد، یا ایدی میگرفتن و regular بودن. خب in the city center ما گفتیم چی؟ گفتیم توی شهرها یا منطقه های بزرگ میان از حرف اضافه این استفاده میکنن. اینجا سیتی سنتر یه شهر، مرکز شهر در واقع، به خاطر این از حرف اضافه این استفاده کرده. خط بعدی When I arrived the place was full of life. وقتی که رسیدم اون فضا، اون مکان پر از انرژی و زندگی بود. خط بعدی A barista was making coffee behind the counter. اینجا اومده از زمان گذشته استمراری استفاده کرده. در حال درست کردن قهوه بود. در واقع فرمول زمان گذشته استمراری رو بخوام براتون بگم و اینجا براتون بنویسم اینطور میشه: فاعل به اضافه was و were که فعلای کمکی ما هستن به اضافه فعل اصلی و ing. ing فعلمون رو حالتش رو استمراری میکنه. همون مثلا کاربرد در حاله توی انگلیسی هستش. توی فارسی میگیم در حال، توی انگلیسی از ing استفاده میکنن که اون استمرار رو نشون بدن. فعلای کمکی was و were هم که گفتیم، فعل کمکی was برای فاعل‌های مفرد به کار میره، مثل چی؟ مثل I, she, he, it. و فعل کمکی were برای فاعل‌های جمع به کار میره، مثل چی؟ مثل you, they, we. به همین راحتی کاربردش رو هم که گفتیم، این زمان گذشته استمراری زمانی به کار میره که میخوایم راجع به این صحبت کنیم که یه عملی توی گذشته، توی تایم مشخصی در حال انجام بوده. و یه مورد دیگه هم این بود که مثلا وقتی میخواستیم بگیم یه عملی در حین انجام شدن عمل دیگه اتفاق افتاده. خب حالا میریم خط بعدی. At the window table, a young woman was working on her laptop. اینجا at the window table اومده از حرف اضافه at استفاده کرده برای اینکه میخواد راجع به یه مکان دقیق و خاص صحبت کنه. At the window table. window table در واقع همون میزی هستش که کنار پنجره است. براش اومده از حرف اضافه at استفاده کرده. ادامه جمله A young woman was working on her laptop. دوباره چی داریم؟ زمان گذشته استمراری. یک زن جوان در حال کار کردن با لپتاپش بود. اینجا a young woman فاعل ما هستش. براش اومده فعل was استفاده کرده. در واقع a young woman همون شیه. She was working on her laptop. اینجا دقت کنید اومده از حرف اضافه آن استفاده کرده. این حرف اضافه آن مربوط به زمان و مکان نیست. در واقع برمیگرده به فعل working. work on یعنی کار کردن روی چیزی، مشغول چیزی بودن. کلمه work اینجا با حرف اضافه آن میاد. این هم حواستون باشه. وقتی میخوایم بگیم داریم روی چیزی کار میکنیم یا مشغول کار کردن چیزی هستیم میگیم work on. بریم سراغ خط بعد و نکته بعدی. She was typing quickly and drinking tea. او در حال تایپ کردن سریع بود یا در حال تایپ بود، سریعاً تون داشت تایپ میکرد. اینجا quickly قیده. And drinking tea. او در حال تایپ بود و چای می نوشید. گذشته. In the corner.
خب اینجا شاید براتون سوال بشه که مگه ما نگفتیم از ات برای یه مکان خاص و اشاره به یه آستانه و نزدیکی چیزی استفاده میکنیم؟ پس چرا اینجا این اومده؟ چرا از این استفاده کرده در واقع؟ باید بگم جواب ما به این سوال بستگی به این داره که کجا باشیم. مثلا اگه توی فضای سربسته‌ای باشیم که توی نکاتی که داشتم راجع به حروف اضافه میگفتم اشاره کردم. گفتم این برای فضای سربسته هم استفاده میشه. اگه ما توی فضای سربسته باشیم میایم از این استفاده میکنیم. اگه توی فضای سرباز یا خیابون یا تقاطع باشه میایم از ات استفاده میکنیم. پس یعنی ما هر دوتا مورد رو داریم، هم at the corner داریم هم in the corner داریم. اما اینجا چون توی کافه هستش و یک فضای سربسته هست در واقع میام از این استفاده میکنم. اما وقتی میگم at the corner اون شنونده متوجه منظور من میشه که من دارم تقاطع خیابون رو میگم، یه فضای سرباز هستش. اینجا هم به این تفاوتش دقت کنید و بریم سراغ جمله بعدی. Two friends were talking and laughing loudly. Two friends فاعل were فعل کمکی ما یا auxiliary verb. Talking اینجا فعل به اضافه ing ما. زمانش یه زمان گذشته استمراری. دو دوست در حال صحبت کردن بودند and laughing و در حال خندیدن بودند. An older man was reading a newspaper. یک مرد پیر یا میانسال was reading a newspaper. An older man فاعل was فعل کمکی مفرد reading فعل به اضافه ing. زمان گذشته استمراری و به همین راحتی. A newspaper and eating breakfast. خب میگه در حال خواندن روزنامه بود و در حال خوردن صبحانه بود. در واقع البته چون من ترجمه کردم اینطوری جدا گفتم با هم بخوایم ترجمه کنیم میگیم یک مرد میانسال در حال خواندن روزنامه و خوردن صبحانه بود. به همین راحتی. Outside خط بعدی. Outside people were walking past the cafe. People فاعل ما were فعل کمکی ما walking فعل به اضافه ing و زمان گذشته استمراری که مردم در حال گذر یا در حال گذشتن از مقابل این کافه بودن. Some were shopping. بعضیاشون در حال خرید بودند. Others were just enjoying the sunny weather. یک سری یا بقیه در حال لذت بردن از هوای آفتابی بودند. خط بعدی. در واقع a street artist was painting portrait near the fountain. یک نقاش خیابانی a street artist was painting portrait در حال کشیدن یا نقاشی کردن یا رنگ کردن یک پورتره بود. near the fountain که میدونین به فواره میگن، از اینایی که توی خیابون ها وجوده، تو پارک ها تو خیابون ها هست. I ordered my coffee and sat down. اینجا زمان جمله‌مون برگشت به گذشته ساده. یک قهوه سفارش دادم و نشستم. sat down. sat گذشته فعل سیت هستش. ordered هم گذشته فعل order هستش که اینجا ordered در واقع regular هستش با ایدی گذشته شده و sat irregular هستش، شکلش تغییر کرده. Everyone around me
was doing their own thing. توی ویدیوی قبلی هم گفتیم یک سری کلمات مثل everyone, someone, anyone, everybody اینا مفرد به کار، یعنی در واقع مفرد فرض میشن تو زبان انگلیسی. everyone بعدشون باید فعل مفرد بیاد. everyone was, everyone is. پس حواسمون باشه برای این فاعل ها هیچ وقت فعل جمع به کار نبریم. شاید توی زبان ما اینطور باشه که بگیم همه حاضر بودند یا نمیدونم همه آمده بودند، جمع میبندیم. اما توی زبان انگلیسی میگیم was, is، فعل مفرد به کار میبرند. خب everyone around me was doing their own thing. همه اطراف من در حال انجام دادن کار خودشون بودند. بازم میگم توی فارسی ما جمع میبندیم، فعل جمع براشون استفاده میکنیم، اما توی انگلیسی اینطور نیست. تو ویدیو قبلی گفتم، دوست داشتید میتونید برید ببینید. But somehow it felt peaceful. خب خط بعدی I was watching all these people and thinking how interesting ordinary moments can be. اینجا هم یه جمله تو زمان گذشته استمراری داریم. I was watching all these people. I فاعل، was فعل کمکیمون، watching فعل به اضافه ing. زمان گذشته استمراری در حال تماشای همه این مردم یا همه این مردم بودم. and thinking و در حال فکر کردن بودم. How interesting ordinary moments can be. که چقدر این لحظات عادی و معمولی میتونن لذت بخش و جالب باشن. خب این داستان هم تموم شد. تا جایی که میدونستم تمام نکاتی که مربوط به سطح این داستان میشد رو بیان کردم. با هم دیگه کار کردیم، یاد گرفتیم. امیدوارم که براتون کاربردی بوده باشه، مفید باشه و اینکه بسیار لذت برده باشین. اگه حتی نکته‌ای هم یاد گرفتید، حتی کوچیک، لطفاً این ویدیو رو لایک کنید، کامنت بذارید و شیر و سابسکرایب کنید. اگه هم سوالی داشتید حتما توی کامنت ها بپرسید که حتما بهتون پاسخ میدم. خدا نگهدار تا ویدیوهای بعدی.